میخوایم یک بار برای همیشه به این سوال جواب بدیم که آیا برگ سنا لاغر کننده هست یا خیر. بعضیا هستن که ادعا میکنن با مصرف این گیاه سنا توی یک هفته 2 کیلو کاهش وزن داشتن، غافل از اینکه این کاهش عدد روی ترازو به خاطر کم شدن بافت چربی بدن نیست و در واقع جریان از این قراره که برگ سنا برای درمان یبوست توی کوتاه مدت استفاده میشه و در واقع باعث افزایش حرکات دستگاه گوارش میشه و اگر زیاد مصرف بشه میتونه باعث اسهال بشه. این اسهال میتونه باعث بشه فرد آب بدنش رو از دست بده و همچنین درد و کرامپ شکمی هم داشته باشه. و از اونجایی که میدونیم 60 تا 70% از وزن بدن به خاطر آبه و وقتی فرد آب بدنش رو از دست میده فقط عدد روی ترازو کم میشه و سایز فرد هیچ تغییری نمیکنه. پس گیاه سنا هیچ اثری توی کاهش بافت چربی بدن نداره و در واقع میتونه باعث دهیدراته شدن و از دست دادن آب بدن بشه و روی ارگان‌های اصلی مثل مغز، قلب و شش اثر منفی بذاره.